شهردار دوشنبه رستم امامعلی وعده داده است که شهرداری پایتخت تاجیکستان برای آن ورزشکاران تاجیکی که از بازی‌های 23 تابستانه المپی در توکیو صاحب عنوان قهرمان المپی میشوند خانه چهارحجرگی جدا خواهد کرد. همین طور طبق وعده شهرداری برای آنهایی که به خزینه تیم المپی تاجیکستان مدال نقره میورند در پایتخت خانه سه اتاقه جدا میکند و برای آنهایی که مدال برنجی به دست میارند خانه دو حجرگی توفه خواهند کرد. همچنین از فوند پرزیدنت تاجیکستان برای ورزشکارانی که در المپیادا صاحب مدال طلا میشوند 300,000 سومانی، برای مدال نقره 250,000 سومانی و برای مدال برنجی 200,000 سومانی جایزه جدا کرده می شود. سال 2016 گرزنداز تاجیک دلشاد نظرов برای به دست آوردن مدال طلا در المپیادای ریو دی ژانیرو صاحب 300,000 سومانی جایزه از فوند پرزیدنت شده بود. دلشاد نظرов برای پیروزیش همچنین با اردن شرف درجه یک سزاوار گردانیدند. شهردار آن وقت دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف نیز به دلشاد نظرov خانه دو حجرگی در پایتخت توفه کرده امر داده بود که به این قهرمان المپی عنوان شهروند افتخاری پایتخت تاجیکستان داده شود. یادآور می‌شویم بازی‌های المپی در توکیو 23 میول آغاز یافته این المپیاد میبایست سال 2020 دایر میشد، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس یک سال باقی افتاد. تاجیکستان را در این المپیاد 10 ورزشگر نمایندگی میکنند. باز یک ورزشگر تاجیک گلسنبی شریپووا نیز به مسابقه دویدن به مسافه 200 متر در بین زنان به المپیاد را خط گرفته بود، ولی متاسفانه به علت لت خوردن پایش گلسنبی به توکیو رفتن نتوانست. مشزن تاجیک بهادر عثمانوف روز 25 یول در رقابت نخستینش در وزن 63 کیلوگرم ورزشگر از دامینیکا لیانل سانتوس نونز را با حساب 5-0 مغلوب کرد. اکنون در دوره یک اشفینال با غالب جفت چینوزگیر باترسوخ مغولستان النور عبدالرحیموف ازبکستان وامی خورد. شهباز نعمتاللهیف باشد در وزن 81 کیلوگرم با ورزشگر چین دکیسان چنگ محاربه کرده با حساب 0-4 شکست خورد و از حق ادامه رقابت‌ها محروم گردید.